نداره که هرچی که بخواد جاودانه بشه باید خودش رو بچسبونه به اهل بیت. اونتا بعضی موقع هستش که شیطان قد زرنگه با خدا ما رو میزنه زمین. اهل بیت جا خود داره، با خدا ما رو میزنه زمین. این وهابی انقدر نماز میخونن خدا شاهد، روزه میگیرن، شیطان هم نماز میخونه 6000 سال، هیچ کدوم ما نتونستیم نماز بخونیم و نخواهیم تونست، عمرمون کفاف نمیده. تو این 6000 سال میگن یه سجده 2000 ساله رفت، یه سجده 2000 ساله رفت که فقط رو کم کنه، منتها نمازش بزنه به کمرش، به درد خودش میخوره. آقای امام صادق فرمودن که شیطان جز با شیعیان ما با کسی دیگه کار نداره، اصلا کاری نداره. میره اون وهابی بزنه نماز بخونه، شیطان دوست داره نماز اونو. یه ماجرای مولانا نقل میکنه، مولانا خودش میگه سنی بوده، میگم مولانا نقل میکنه که منو بخون تو، میگه شیطان صبح قبل نماز ما معاویه رو برای نماز شب بیدار کرد. معاویه داشته بود تو کی تونستی به تو قصر من و حرم سرای من؟ گفتم شیطانم. گفت چیکار داری؟ گفت پاشو برو مسجد نماز شب بخون. اینجا هم نخوره مسجد. گفتم تو حالا ندیدی شیطانی که برای نماز بیدار بکنه؟ داستان تو چیه؟ گفت نه برای نماز تو یکی به درد من میخوره. تو نماز بخونی خیلی به نفع منه. نماز بخون تو از ظاهر و صلاح دیده بشی. تا یه جوری دیده بشی مردم میگن آقا یا علی، از اون طرف بگن شیطان دوست داره بگه ما به نماز میخونه، از اون وقتی امیر مؤمنان علی بن ابی طالب علیه السلام ضربت میخوره در محراب، میگن علی تو محراب چیکار میکرده؟ میگن نماز میخونده. خب اینا دقت بکنید، شیطان یه جایی پس از نماز ما خوشش میاد و یه جایی میتونه شیطان ما رو بزنه زمین با چی؟ با خدا، با نماز، با روزه، با اهل بیت. ولی شدنی چه زمانی؟ زمانی که ما یه شکل دیدیم، محتوا ندیدیم. یه کسی هست میگه آقا یه لیوان آب بده، حالا میگه ببخشید تو استکان آب بیاریم نمیشه؟ مشکل داره توی ظرف دیگه بیاریم نمیشه؟ تو ذهنش نشسته که آب فقط چی؟ تو لیوان، ظرف و مظروف رو با هم قاطی میکنیم ها؟ نه حتما باید تو لیوان من آب بده. اصلا از آب مهمتر براش چیه؟ لیوان است. حالا تو لیوان چیز دیگه هم بریزی بهش بدیم می دست در نکنه. نه خیلی مهمه. بعضی موقع نماز میشه شکل، عزاداری برای اهل بیت خدا نکنه میشه شکل. شیطان با عزاداری برای اهل بیت ما رو بزن زمین. طرف این 50 سال پا منبر نشسته، 50 ساله پا منبر نشسته، ذره تغییر نکرد این آدم، تمام روزه ها رو حفظه، شروع میکنه میره زیر گریه، چیه میگه میدونم تهش چی میشه، همه رو فوله، همه رو فول. بعد چیه نزولی که میگفتن اون کماکان داره میگیره، ظلم به زن و فرزندش که میکرده هنوز کماکان داره کار انجام میده. نمازش همون نمازی که روز به روز بهتر نشده، روز امروزش مثل دیروزشه، هر دوتا مثل فرداشه، هیچ فرقی با هم دیگه نمیکنه، چه بسا بدتر. امام مذهب ما، امام صادق علیه السلام فرمودن کسی فرداش مثل امروزش باشه ضرر کرده، اگه فرداش از امروزش بدتر باشه بهتر بمیره. خدا دوستش داشته باشه اینو بکشتش، عمرشو بگیره که بعد بیشتر گناه نکنه. مثل بعضیا رو میبینن بابا دیگه میخواد خودشو به کشتن بده، جریمه میکنن تو رانندگی میرن پایین، چیکار میکنن؟ ماشین میخوابونن دیگه، میگن نشین پشت رو، گوینه ماشین سوراخ میکنن. یعنی خودش بهتره، اینو میمیره و یکی به کشتن میره.